مواجه شدم با یه پسر بزرگی که میدوید در حیاط مدرسه و منو به زمین انداخت و دماغم خون انداخت و این خون ریخته بود روی کتابچه‌ای که مادرم خریده بود برای من با یک مداد و من دوست داشتم اون کتابچه و اون مداد رو و نمیخواستم که لکه روش بیفته مبادا به من ایرادی گرفته بشه. متاسفانه خونین شد دفترچه و آمدند و پاک کردند و من از گریه و ناراحتی هایی که برام پیش آمده بود دور کردند. منظور اینجاست که وقتی ما رفتیم سر کلاس نشستیم بدون مقدمه و بدون چون و چرا، خدا رحمت کنه معلم ما رو، مرد بسیار بسیار خلیق، بسیار بسیار انسان، بسیار بسیار فرشته بود اصلا، ولی متاسفانه اون راه و روشی که باید با بچه ها و به خصوص با بچه های تحصیل مثل من روبرو بشه نداشت، بلد نبود و آمد یک راست رفت به سوی تابلو و حروف الفبای زبان فارسی رو روی تابلو نوشت، 32 حرف رو، و به ما دستور داد که بنویسید. ما شروع کردیم بنوشتن. وقتی که نوشتیم شکل یکی از حروف رو من مطابق دستور ایشون ننوشتم، ایشون تشریف آوردن خدا رحمتشون کنه، نظری نداشتن و منظوری جز تعلیم ما و تربیت ما ایشون نداشتن. بسیار مرد خوبی بودن و حتی اصلا خیال میکردیم که ایشون از آسمان آمده روی زمین و داره به ما درس میده. اینقدر آسمانی فکر میکردیم و ملکوتی بچه ها فکر میکنند. بالاخره ایشون آمد به سوی میز